درود و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکتی محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. باز امر رئیس جمهور به ذخیره 2 ساله امام علی الرحمن از خود حضرت یوسف می‌تراشد. تنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان از مبتلایی به کرونا ویروس 22 نفر فوت دیده‌اند. شکایت آموزگاران کلاب از سر وقت پرداخت نشدنی معاش. فسادکاری طبیبان در تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه. تماشاگران عزیز، خود همین روز 9 ایون امام علی الرحمن حسابات رئیسان شهر پنجکند، ناحیه دیوشتچی ولایت سوخت، ناحیه های رشت، نورآباد، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش را آید به وضع کارهای صحرایی، جمع آوری حاصل غله‌دانگی، سبزوات و میوگی ها، کشتی کارتاشکه، حالت بیمارخانه های شهر و ناحیه ها، اجرایش سپارش ها آید به چاره های پیشگیری پنه‌شوی بیماری سرایتی کرونا ویروس و تعمیر و تجدید مؤسسه های تعلیمی را شنید. ما این اطلاعیه را از سامانه رسمی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان پیدا کردیم. در اطلاعیه آمده است که امام علی الرحمن به راهبران شهر و ناحیه ها سپارش داده است ساحه کشاورزی رشد داده شده، از جمله میدان کشت کارتاشکه 40% زیاد کرده شود. رئیس جمهور همچنین درباره جمع آوری حاصل و تأمین طبابتخانه ها با مواد لازمه طبی و غیره دستور و سپارش های مشخص داد. علاوه بر این، رئیس جمهور به رئیسان شهر و ناحیه ها برای در هر یک شهر و ناحیه بنیاد کردن بیمارخانه های سرایتی، تعمیر و تجدید مکتب و مؤسسه های تا مکتبی سپارش های قطعی داد. و بالاخره این جنابشان از رئیسان شهر و ناحیه ها طلب کرد که هر یک عائله باید برای 2 سال، تکرار میکنم، برای 2 سال مواد خوراک را در خانه هایشان ذخیره نمایند. در کجا؟ در انبار نه، در خانه هایشان. تماشاگران گرامی، همین گپی نو نیست. همتون میدونید نزدیک به 10 سال است انیخترش از زمان پخش سریالی حضرت یوسف در آخر سال 2010 اول سال 2011 که در آن بعد خواب فرعون همان زمان پیامبر خدا آن را تعبیر و پیشنهاد میکنند برای 7 سال غله ذخیره کرده شود. امام علی الرحمن هر سال چند مراتب طلب میکند مردم برای 2 سال محصولات خوراکیشان را ذخیره کنند. حتی بار به ذخیره 2 ساله تپک هم امر کرده بود. مردم را گفته بود برای 2 سال تپک ذخیره کنید، چون اون وقتا قوه برق نبود. تماشاگران عزیز، خودتان میدونید که تا امروز در کشور ما کسی این دعوت جنابشان را اجابت نکرده است. با چند سبب امکان اجرا کردن هم وجود ندارد و این یک دعوت اگر نگویم احمقانه خیلی بی‌سوادانه است. بی‌سوادانه. همین را هم باید بگویم که از ناآگاهی کاملی رئیس جمهور پیش از همه از وضع مردم و شرایط نگهداری محصولات خوراکواری شهادت می‌دهد. ظاهراً امام علی الرحمن سریالی حضرت یوسف را نیز سرسری تماشا کرده است، با دقت تماشا نکرده است. در سریال فرعون همان زمان به مردم دستور نمی‌دهد که ذخیره کنند، بلکه خودش در سراسر کشور انبارها می‌سازد و گندم ذخیره می‌کند. سپس
زمان قحطی فرا رسید آن را با نرخ ارزان به مردم میفروشد یا به کم بضاعتان هدیه میکند. همین طور نیست؟ اکثریت این سریال را دیدگی هستند. بسیاری از مردم حتی قصه حضرت یوسف را میدانند. اما این رئیس جمهوری ما چی؟ همه مسئولیت را از گردن خودش فارغ میکند، به گردن مردم بار میکند. البته خود رئیس جمهور و اعضای حکومتش همیشه زمان فرا رسیدنی بحران ادعا میکنند که دولت ذخیره 2 ساله تمامی مواد خوراکی را دارد و نباید مردم به تهلکه افتد. امسال هم وقتی هنگامه ویروس برخاست و مردم به ذخیره کردن آرد شروع کرد، مقامات اطمینان میدادند که ذخیره 2 ساله وجود دارد و نباید مردم به تهلکه افتد. اما چی شد؟ در جریان معلوم شد که هیچ گونه ذخیره وجود ندارد، چون قیمت آرد از 20 تا 40% بالا رفت. اگر ذخیره وجود می داشت، دولت آن را به بازار می برآورد و از جهش نرخ پیشگیری می کرد. مگر همچنین؟ هیچ کار از دستشان نآمد. مردم در بازارها خونخوری کرد. اینجا سؤال دیگری هم پیش می آید. اگر دولت ذخیره 2 ساله تمام مواد خوراکی را دارد، پس چی ضرورت به ذخیره کردن مردم می ماند؟ ذخیره 2 ساله را داشته باشید. با مردم باز چرا می فرماید که باز مردم هم ذخیره 2 ساله کنند؟ خودتون نمی اندیشید؟ اصلا آخر ذخیره کردن مواد خوراکی برای 2 سال غیر امکان است، چون مهلت نگهداری هیچ نمودی محصولات خوراکی از 1 سال بیشتر نیست. فرض کردیم اگر منظور از ذخیره تنها گندم باشد، آن هم چند مشکل دارد. از جمله در کجا نگاه داشتنش، چگونه خریدنش در حالی که مردم پول ندارد، و در کجا آرد کردنش. به این سوال ها باید پاسخ داد. رئیس جمهور فقط میگوید ذخیره کنید، ذخیره کنید، ذخیره کنید. هیچگاه نمیگوید که آن ذخیره از چی مواد عبارت است و در کجا باید نگهداری شود. مقامات کشور، رسانه‌های دولتی، کارشناسان طرفدار دولت که این دعوت او را چون غمخواری بی‌نظیرش به مردم نشان میدهند، هیچگاه شرح نمیدهند که این ذخیره کنی چگونه باید صورت گیرد. گول میزنند مردم را. اگر فرض کنیم که منظوری رئیس جمهور مالهای طلبات اول خوراکواری است، از قبیل آرد، روغن، برنج، شکر و سبزی و پیاز و کارتوشکا، پس اینجا چند تا سوال پیش می آید که امامعلی رحمان شخصا خودش باید پاسخ گوید. یکم سوال این که مردمی که برای خوراک 1 هفتینه اش پول ندارد، برای 2 سال از کجا پول پیدا کند؟ خصوصا در این ایام کرانتین اکثریت مهاجران بیکارند. مردم با پول مهاجران ذخیره میکرد خوراک. همین زمستان را پول مهاجران بازار میگذارونید، حالا 2 ساله را چگونه میکند؟ بی پول. سوال دیگر، محصولاتی را که مدت نگهداریشان از 6 ماه تا 1 سال است، چگونه 2 سال نگهداری کند؟ چیز دیگر، اگر فرضاً پول هم مردم پیدا کرد، این محصولات را در کجا باید نگهداری نماید؟ در حالی که حتی مردم دهنشین امکان این کار را ندارد، چی رسد به شهرنشین ها که در خانه های بسیار آشیانه زندگی می کنند؟ چون نگهداری دراز مدت جایهای مخصوص
تیار کرده شده انبارهای مخصوص را طلب میکند. فرض کردیم شهرنشین ها، کسانی که در بناهای بلند آشانه میشینند، خودشان در آن بنای تنگ و تار زندگی میکنند یا ذخیره میکنند، خانه را به انبار تبدیل میدهند. این گونه سوال ها را میشود ده ها مطرح کرد، ولی چون بیشترشان بارها از طرف کارشناسان و فعالان جامعه مطرح شدند، به همین اکتفا میکنیم. قبلا اگر رئیس جمهور با دادن تنها مصلحت اکتفا میکرد، فقط مصلحت میداد، توصیه میکرد که برای ذخیره سوزشواری برای 2 سال تپک ذخیره کنید، برای 2 سال خوراکواری ذخیره کنید. حالا سفارشی قطعی داده است، طلب کرده است که مردم باید ذخیره های 2 ساله‌شان را آماده کنند. به نظر می رسد در تاجیکستان دور نمی رود یک معرکه دیگری خانه به خانه گشتن و تفتیش کردن ذخیره های مردم در راه است. اکنون رئیس جماعت، رئیس شهر، مسئولان حکومت در به در مردم برای گزارش دادن می‌درویند، انبار مردم را می‌بینند که 2 ساله ذخیره شده است یا نه. سپارش شد، رئیسان باید از اجرایش گزارش دهند. من فکر نمی کنم که تماشابینان عزیز خود رئیس جمهور این برنامه ما را تماشا کند، چون کارهای مهمتری دارد. از طرف دیگر میگویند که همیشه بعد ساعت 6 بیگاه مست لایقل خواب می رود. برای همین این برنامه ما که شامگاه پیشکش شما می گردد، فکر نمی کنم خود رئیس جمهور تماشا می کرده باشد. ولی از نفرانی با عقل در حکومت که نمی توانند به این کدوشاه فهمانند که این دعوتش احمقانه و خنده آور است، یک خواهش دارم. یک خواهش. خودتان که از گفتن حق می ترسید، اقلا همین مراجعت را به پیشوایتان رسانید. بگذار پیشوایتان مرا هر دشنامه میکند کردن گیرد، بگذار حکم قتلم را صادر نماید، بگذار. مراجعت من این است: گوش کن هوی کارتوشکا، به خدا مردم را بیزار کردی با همین ذخیره 2 ساله‌ات. 10 سال باز میگویی، 1 بار گوی، 2 بار گوی، نخواد یک گپ پوچ بی منطق را که تا حال 1 نفر هم اجرا نکرده است 10 سالی دراز تکرار کنی. میفهمیم که خودت نه تنها ذخیره پول و طلا برای 70 پشتت داری، بلکه در چند بونکرت در نقطه های گوناگون کشور هم مواد خوراک ذخیره کرده ای. همه این را تخمین میزنند. از قبیل کنسرو و دیگر محصولات با تکنولوژی آخرین استحصال شونده که مهلت بعضیش 10 سال هم هست، لیکن آخر همه مردم مثل تو دزد نیست که اینقدر پول و امکانیت داشته باشد. این را میفهمی یا نه؟ مردم برای ذخیره 3 روزه‌اش پول ندارد. کدام 2 ساله؟ درباره کدام 2 ساله گپ میزنی؟ مردم نه دیگر پول دارد عین حال، نه جای کار. آنهایی که به تو تحفه های میلیون دلاری میدهند و قصر و استراحتگاه، ماشین و یخته، طلا و الماس هدیه میکنند، مردم نیستند. آنها هم مثل خودت دزدند، فقط دزد خردتر. تو دزد کلانی، آنها دزد خردترند. همین قدر فرق هست. آنها مردم نیستند. و مردم گرسنه است. کلدم گرسنه. 70% این مردم در این روزها گوشت نمیخورد. هفته ها دیگش گوشت را نمیبیند. 50% برای برنج و مکران پول ندارد. خوراکش شده نان و چای. سحر فرزندانش میخیزند، دستارخان را تنگ میکند. در روی دستارخان بجز نان و چای
دیگر چیزی نیست. از طرف دیگر برای نگاه داشتن محصولات آیا میفهمی که جای مخصوص در کار است؟ خودت آقای رئیس جمهور، خودت دوست هم باشی، یک وقت رئیس کلخاز بودی، این را خوب میدونی. حتی اگر کدام احمق به پیامبری تو باور کرد، در بینای بلند آشیانه 2 تن محصولات خوراکه را چه خیلی نگاه داشتن امکان دارد، یا حتی 200 کیلو را. این خودش را به حضرت یوسف مانند کردن است. حضرت یوسف پیامبر خواب را با وحی تعبیر می کردند. تو خودت را با یگان الکش مثل خودت قیاس کن. خوابهای حضرت یوسف الهی بودند، تو کجای و خواب پیامبری کجا؟ خیلی چاپلوسانه تو را تنتک کرده اند. های رئیس جمهور، یک میگویی تپک ذخیره کنید، یکی میگویی کارتوشکا ذخیره کنید، 40% کشتی کارتوشکا را زیاد کنید، باز میگویی این همه را در خانه هایتان ذخیره کنید. ای رئیس جمهور، این همه را خودت گفته روزها پیردومت میکنی یا یگان کس به تو میگوید؟ آدم حیران میشود که شما مردم را چی میپندارید؟ گاو و گوساله؟ شما با کجایتان اندیشه میکنید؟ نمیفهمم. تماشابینان عزیز، هموطنان ارجمند، تنها همین گفته رئیس جمهور بس است که انمی فرمانش بس است که این مردک در وظیفه‌اش کارناشایم دانسته شده برکنار کرده شود. ای بیچاره ملت تاجیک، ای بیچاره ملت تاجیک، روزت باقی مانده است. دیگر نمیتوانم دوام دهم، از الم به درد میپیچم. تماشابینان گرامی، اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه گزارش میدهد. در دوره پاندمی کرونا ویروس در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 22 نفری شخصانی سنی 55 و از آن بالاتر فوت دیدند. طبق اطلاع به خبرگزاری از یپلوس داده غالب نیتبکов، کاتب مطبوعاتی رئیس ولایت، در جلسه نوبتی ستاد اوید به پیشگیری پهنشوی کرونا ویروس، رئیس ولایت مختار کوهستانی بدخشان یادگار فیضов گفته است: 22 نفری که دیگر بیماری‌های ایلاوگی کهنه داشتند از کرونا ویروس در منطقه وفات کردند. از این شمار 14 نفر در بیمارخانه ولایتی و 8 کس در دیگر بیمارخانه‌های ناحیه ولایت فوت دیدند. سطح عمومی فوت در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 1.5% را تشکیل داد. در همین حال ضمن جلسه تاکید شده است که روزهای اخیر شمار سیرایت یافتگان کم شده ایستاده است. با گفته نیتبکov اگر قبلا در یک روز از 50 تا 70 نفر مراجعت می‌کردند، اکنون طبق آمار رسمی تا 7 ایون همگی 19 نفر بستری شدند که در مقایسه با هفته گذشته خیلی کمتر است. بنا به معلومات رسمی در ولایت 1506 نفر طبابت گرفته، 1132 کس یا خود 75% پس از شفایابی رخصتی شدند. در پامیر وضع خیلی بد یا معلومات آماری ناصحیح است. طبق معلومات رسمی وزارت تندرستی از آغاز پاندمی در کشور همگی 48 نفر از کرونا ویروس فوت دیدند. حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان درباره خرج مبلغ‌های صورت حسابی کمک معلومات می‌دهد. پس چنین برمی‌آید که قریب نصف فوتیدگان به ولایت مختار کوهستانی بدخشان راست آمده، باقی مانده 26 کس دیگر بین دیگر منطقه‌ها تقسیم شدند. این هم در حالی است که آسیب پذیرترین منطقه در تاجیکستان ولایت سوغد و شهر دوشنبه دانسته شدند. برمی‌آید که آمار داده وزارت تندرستی شبهه برانگیز است. در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب سری وقت پرداخت نشدن مزد مهنت مؤسسه‌های دولتی بودجتی به مسئله داغ مبدل گشته است. زیادند اداره‌های دولتی که تا امروز قرضداری مزد مهنت دارند. حالا در ناحیه مومن‌آباد مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و مرکزهای سلامتی معاش ماه اپریل را نگرفتند. باری اول نیست که کارمندان شعبه معارف و تندرستی به تأخیر پرداخت مزد کارشان روبرو می‌شوند.
اما تاج‌الدین میرزاباراتов سرداری ریاستی مالیه در ناحیه مؤمن‌آباد به سامانه پیک گفته که این حال در ناحیه قرضداری مزد مهنت نیست. مبلغ‌های سوبونسیا سری وقت پرداخت نمی‌شوند و این یکی از عامل‌های اساسی قفامانی در دادن مزد مهنت می‌گردد. بنا به اطلاع منبع خبر، علیم جان تبرف مدیر معارف ناحیه مؤمن‌آباد گفته است: فعلا 13 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی معاش ماه اپریل را نگرفتند و چندین مراتب به ریاست مالیه ناحیه مراجعت کردیم، اما میگویند که مبلغ نیست. سبحان نظرف اجرا کننده سرداری ریاست مالیه ناحیه گفته است که در ناحیه فرخار حال قرضداری مزد مهنت به 1,200,000 سامانی رسیده است که 380,000 از حساب شعبه معارف می باشد. در فرخار برابر پرداخت معاش ماه مارچ آموزگاران با قرار رئیس ناحیه رحمتزاده رستم 5 روزه پول کاری معلمان را جمع کرده گرفتند. مسئولان ریاست مالیه گفتند که در حقیقت قرار رئیس ناحیه برآمده است، اما خود مدیر معارف پول را از آموزگاران جمع کرده گرفته است. طبیبان تولدخانه رقم 1 شهر دوشنبه یک مادر را یکجا با طفل نوزادش گرو گرفتند. در این باره بابای ورجبی ساکن جماعت رودکی ناحیه رودکی محله استقلال 1 به سامانه پیک شکایت کرده گفته است که کلینش بدرالدین و میجگانه در گروی دختران قرار دارد. گپ در سر آن که در یک هفته بستری بودن کلین خاندان اپای رجبی موافق طلب طبیبان مبلغ 1000 سامانی پسندازی خانواده را پوره برده به طبیبان گوناگون سپردند و تا هنوز گویا خراجات تمام نشده است و طبیبان برای جای خواب، خوراک، شادیان پولی باز پول طلب دارند. خانواده اپای رجبی که کم بضاعت بودند از عهده پرداخت مبلغ‌های باقی مانده طلب کرده طبیبان تولدخانه رقم 1 نمیبرایند و کلین یک جا با کودک در تولدخانه به حیث گرو باقی ماندند. حالا اپای رجبی در بدر خویش و بیگانه گشته قرض می‌جوید تا کلین را به خانه بیارد. گفته می شود قبلا هم کلین این خاندان در همین تولدخانه کودکی نارسی تولد کرد و کودک درگذشت. حالا هم مثل سال گذشته کودکی نارسی تولد کرده است. یک کار افتاده همین حال به پیام گفت که این گونه حادثه ها در تولدخانه ها همه روزه به میان می آیند. حتی دختران برای از خود کردن مبلغ با سوزنداروهای مخصوص سرعت تولدکنی حامله‌داران را می تیزانند تا در نوبتداری خودشان حامله‌دار تولد کند. یک خبر از خارج: در هفته‌های آینده امارات متحده عرب نخستین کاوشگر خود را برای گردش به دور مریخ به فضا می‌فرستد. سوختگیری این فضاپیما هفته آینده آغاز می‌شود. پیمودن مسیر 493,000 کیلومتری تا مدار مریخ، چرخیدن به دور این سیاره و ارسال اطلاعات حدود 7 ماه طول می‌کشد. این کاوشگر قرار است که 687 روز برابر با طول یک سال در مریخ و دور این سیاره بچرخد تا اطلاعات و آب و هوای مریخ جمع‌آوری کند. هر چرخش کامل به دور مریخ از این کاوشگر 55 ساعت زمان میبرد. مدیر این پروژه سارا الامیری روز دوشنبه گفته که این پروژه شوقمند کننده بزرگی برای دانشمندان جوان عرب است که در شغل‌های مربوط به مهندسی هوا و فضا دیده شوند. اسم این فضاپیمای به سرنشین آمال به معنی آرزوهاست. این فضاپیما قرار است از یکی از جزیره‌های ژاپن به فضا فرستاده شود. یک موشک ژاپنی کاوشگر را به فضا پرتاب می‌کند. 3 نوع حسگر در این کاوشگر کار گذاشته شده که به تشخیص و اندازه‌گیری مریخ کمک می‌کند. یکی از حسگرها برای اندازه‌گیری اوزون و غبار است. دیگری با استفاده از مادون سرخ قسمت‌های بالایی و پایین اتمسفر این سیاره را اندازه می‌گیرد و سومی که با نورهای بنفش کار می‌کند برای اندازه‌گیری سطح اکسیژن و هیدروژن است. خانم امیری گفت که یکی از موارد تحقیقی این است که متوجه شوند چطور اکسیژن و هیدروژن که در ترکیب مولکول آب وجود دارد از سطح سیاره می‌گریزند. اهمیت کاوشگری که امارات به فضا می‌فرستد در همین تحقیقات درباره مریخ است که سابقه نداشته است. امارات در سفرهای فضایی سابقه دارد. هم موشک به مدار زمین فرستاده و هم یکی از فضانوردانش را به ایستگاه بین‌المللی فضایی فرستاده است. این بود شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید.
تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 947. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net